خب سلام علیکم بچه ها، این درسی نوبتی ماست. ریدی برنامه ویژوال بیسیک درسی ششمی ماست. من در این درس با شما میخواستم که درباره لیست باکس و لاین معلومات دهم. خب اول چیزی که ما داشتیم اینها با فکرم که شما لکه ایلواگی تایور کردید و اینها را از خود کردید. اینها را من گرفته удалить میکنم. خب در این چی کد هایی که نویسونده بودیم اینها را هم با من دیگر در لیست اینها را هم توضیح میکنم در اینجا باشد. خب یک دونه تکست میگیرم. خب یک دونه باشد لیست را چخیلی که با شما گفته میتونم با آزادی. خب شما میتونید لیست را کلام کنید یا لیست را پهن کنید، این فرقی ندارد. وابسته از قیمتایی که ما داخل میکنیم لیست میتواند که آنها را در خودش جا گیرد. یک تا تکمچه کاماند باتن. خب در تکمچه کاماند باتن چون این کارها را ما اجرا کردن میتوانیم. خب وظیفه کاماند باتن علاقه اجرا کردن یگان عمل است. شما علاقه خودتون میدانید و این خیلی که باشد این رو با پایان میمونیم. یعنی ما یگان معلومات نو را مثال میگیریم، میخواهیم که با طریق تکست به همین لیست باکس ما وارد کنیم. مثال میگیریم میخواهیم یگان نام را وارد کنیم. یک تا لابل گیریم برای نشانه گذاری و در لابل نویسانیم نام را وارد کنید. مثال لابل و کپشن آماده حلش میکنیم، زبان رو تغییر میدهیم، نام را وارد کنید. یکان کلمه چیزی که باشد این با ما روی اجازت میدهد که یک روی خط ترتیب دهیم. باز یک لابل دیگر میگیریم، مثال در باش منویسیم روی خط نام ها در دیگرش. خب روی خط نام ها روی خط نام ها این را کانتر پایینتر میاریم. هر دین را ما نویسونیم و اکنون ما میخواییم خب با پخشی تکمچه کاماندوی همین نامی که در اینجا ما وارد میکنیم با لیست باکس گذارم. برای همین خب تکمچه کاماندوی را انتخاب میکنیم، لیست باکس را در کور نیست منویسونیم. لیست از زبان رو تغییر میدهیم، منویسونیم لیست یک نقطه عدد آیتم این خودش یک میگنش است. خب جا میپرتیم منویسونیم تکست یک نقطه تکست. با این کدی میده که یک خطا که ما نویسونیم قیمت تکست باکس رو با لیست گذارنده میتونیم. مثال یکم نامی مثال میگیم بیم وارد میکنیم. نامی یکمی ما لکه وارد شد، باز ما این نام رو توضیح میکنیم. خب با جای این مثال منویسیم انوار. خب ایناشو ما مثال منویسیم فخرالدین. و ایناش مثال منویسیم رستم. خب یک نام دیگر منویسیم سفر. چرا که ببینید نام خودشون با طریق افراطی لواش شده هستند. اگر که جو در اینجا که کم میشد آی پایان نویسنده رفتن میگیرد.
صفحه را از اینجا ما دازیم ما یک تای دیگر یک نام دیگر مثال علاوه میکنیم. خب این نام را که علاوه کردیم حالا که شما میبینید تصمیم از اینجا پیدا میشود که نام پایان بودگی را ما ببینیم. این نام ها فقط که پیدا شدن ما اینها را یگان عمل اینها اجرا کردن نمیتوانیم. خب ما از این کار میکنیم که مثال یگان نام رو ما خطا وارد کردیم و همان نام رو بعد ای بین گیریم. برای این ما چیکار میکنیم؟ با کدنویسی برنامه برمیگردیم. خب در اینجا از لیست رو انتخاب میکنیم. لیست کلیک بنویسیم لیست یک نقطه remove item چکار که میبینید دوی ماش هست remove item جامعه پرتوی بنویسیم لیست یک نقطه لیست ایندکس لیست ایندکس. این اپراتور ریموو که ما در اینجا زیر نویسانیم این برای تازه کنی لیسته. اینش باشد لیست ایندکس باشد و ما میگوید که خب این لیست یکم رو لیست باکس که داریم از همون لیست باکس یکم لیست ایندکس یعنی همون کدام متنی که انتخاب میشود همون رو گرفته تازه کن. خب انیکترش با دبل کلیک این رو ما اجرا کنیم که بعدا با پرابلم نشود. اگر کلیک یک خودش خالی قطعی ما این رو نویسانیم کلیک خالی قطعی در اینجا با بالای اون یک بار پخش کردن اون نابود میشود. دوباره کلیک دوباره میگیریم که دوباره پخش کردیم بعد نابود میشود. و مثال می نویسیم سفر علاوه میکنیم نام را بعد از اون مثال می نویسیم صدر یک نام دیگر میگیریم ایناش میمونیم مثال علی باز با بالای صدف یک بار پخش کردیم حالا که انتخاب کرد دوبار پخش کنیم این نام ای بین میرود یعنی او دلیل میشود با طور خود کن. همین گونه ما میتونیم لیست باکس های یگان نام را که خطا وارد کردیم تازهش کنیم. خب این بود یکی از اپراتور دیگر تکمچه های کماندوی و میگذاریم با یک تکمچه های کماندوی دیگر که لاین نام دارد. با طریق لاین ما میتونیم دیزاین یعنی با فرم همون علاوه کنیم. مثال میگیریم خطای همین گونه راست رو مانیم و این خطی راست رو هم رنگی پیشتره ها رنگ کردن میتونیم با یگان رنگ مثال میگیریم تبدیلش بدیم که خطی پیدا میشود. برای بقسم ها جدا کردن و آرایش دادن همین فرمات های خودمون این خطا را ما میتونیم با یاردن تکمچه های کماندوی وقتی اون خیلی که مقفول است تغییر بدیم یا در یکان جای های دیگر استفاده بریم و وابسته به خواهش خودتون با شما باز خیلی که مقفول است این را میتونید دیگر گونه سازیم. مثال در اینجا روی خط نام ها را موندم باز میتونیم یک لیست دیگر بگیریم یعنی لیست دویم در اینجا ما روی خط نصب ها را وارد کنیم. وقتی که روی خط نصب ها را وارد کردیم از یک لیست ما استفاده برده یک چند روی خط نام نصب ها را تیار کرده میتوانیم. و واجب وارد کردن این اشیا هم علاقه باید شما فهمیده باشید. یک تکست باکس دیگر میگیریم از اینجا میمونیم علاقه این رو با لیست دویم پیوست میکنیم لابل نصب رو وارد کنیم بنویسیم
نسب رو وارد زبان تماما اندشون است. نسب رو وارد با یاردم این کامبیناسیون هایی که ما زیر در این جمله گذارونیم، در اینش نسب رو می نویسیم، در اونش نام رو. بعضی حالت های نشان که نام فامیلا با یکدیگر وا میخوان، یعنی تکراری با یک فامیلا چند نام آمدنش ممکن است. برای همین فامیلا را ما یک بار می نویسیم یا اینکه نام رو با یاردم فامیلا و نام ها چندین کامبیناسیون ها رو تکرار با تکرار نوشتن ما شرط میست و اونها رو ساخته میتوانیم. خب برای همین این با ما کمک میکند با کمترم باشد با طرز اتوماتیک نمیده. خب می نویسیم نسب روی خطی نسب روی خطی نسب خب این ما در روی خطی نسب خب برمیگردیم با اینجا با قسمت پایانی زبان رو تغییر میدهیم. لیست دو نقطه عدد آیتم تکست دو نقطه تکست با یاردمی این ما علاقه دو نمود داده ها رو معلومات رو وارد میکنیم. مثال در اینجا سفر در اینجا مثال میگیریم دولتو حالا که میبینید در اینش نام پیدا شد، در اینش باشد نسب. اینها رو ما تغییر دهیم. خب و در اینش میتونیم نویسیم نسب. این کامبیناسیون بندی خیلی که میبینید نام فامیلا های ما علاقه جا برداشت میستده است. در درس دیگری نصیب کرده باشد درباره کامبیناسیون هایی که از این هر دو یک تا ساختند و با شما میفهمیم. سربلند و خانه آباد باشه تا درس های دیگر.